سلام دوستان. متاسفانه خیلی ها بر این باورن که آدم‌های معروف و ثروتمند دنیا که به دور از فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، حال آدم‌های فقیر را اصلاً درک نمی‌کنند. اما همیشه اینطور نیست. در ادامه برنامه شما داستان پسر فقیر اندونزیایی را خواهید دید که در تمام دنیا منتشر شد. اما آنچه کریستیانو رونالدو برای او انجام داد باور نکردنی بود. حتما تا پایان برنامه با خورشید پلاس همراه باشید و لایک ویدیو را فراموش نکنید. مارتینوس پسری عادی در یکی از خانواده‌های پرجمعیت اندونزی به دنیا آمد. او در شهر آچه زندگی می‌کرد. مارتینوس علاقه زیادی به فوتبال داشت. در یکی از روزها زمانی که او با دوستانش بازی می‌کرد، ناگهان صدای دلخراشی شنید. صدایی که سونامی و وحشت را به دنبال داشت. پسرک بدون توقف به سمت خانه دوید. در این زمان والدین او هراسان تمام چیزهای قیمتی و با ارزش را جمع‌آوری کرده بودند و در دقایق بعدی خانه‌شان را ترک کردند. مارتینوس با خانواده‌اش وحشت زده سوار اتوبوس شد، اما سیل و سونامی به آنها فرصت فرار نداد. در لحظات بعدی ماشینشان غرق در آب شد و هر یک را آب به سمت و سوی برد. مارتینوس آخرین بار صورت مادرش را دید که تلاش داشت او را در بین امواج قدرتمند آب نجات دهد. بعدها معلوم شد که سونامی سال 2004 میلادی که به دنبال قدرتمندترین زمین لرزه جهان رخ داده، 12 کشور جهان را به شدت متضرر کرده بود. در شهر آچه که مارتینوس زندگی می‌کرد، اولین امواج 30 متری آب از راه رسید و تقریباً تمام یک شهر را ویران کرد. اما قهرمان داستان ما وقتی به هوش آمد از درختی گرفته بود و بعد خودش را روی کاناپه‌ای شناور قرار داد. آن مبل در واقع به جزیره و خانه‌ای امن برای مارتینوس تبدیل شد. اما وقتی سیل و طوفان آرام شد، خدا می‌داند مارتینوس سر از کجاها درآورد. او اصلاً تصور نمی‌کرد که در ادامه چه چیزی در انتظارش است. حالا مارتینوس تمام تلاشش را به خرج می‌داد تا خود را به جایی امن برساند. او بعد از دشواری‌های زیاد خود را به ساحل رساند. در ساحل او به دنبال اعضای خانواده‌اش بود. در این مدت او به شدت لاغر شده بود. مارتینوس 20 روز را در این شرایط سپری کرد. سرگردان و بدون سرپناه. وقتی هلیکوپتر گروه امداد او را از آسمان دید، فوراً به کمکش آمد. در دقایق بعدی مارتینوس را به بیمارستان بردند. پزشکان بعدها گفته بودند که مارتینوس در مرز مرگ و زندگی قرار داشت. مارتینوس در این زمان گفته بود که از هیچ چیزی نمی‌ترسد. تنها آرزوی او پیوستن به اعضای خانواده‌اش بود و اینکه به یک فوتبالیست حرفه‌ای تبدیل شود. مارتینوس در بیمارستان پدر و پدر بزرگش را پیدا کرد، اما شرایط غم‌انگیز و دردناک بود. خانواده مارتینوس که نزدیکانشان را از دست داده بودند جایی برای رفتن نداشتند. خانهشان را آب برده بود. حالا باید منتظر معجزه می‌ماندند، ولی معجزه به شکلی باور نکردنی اتفاق افتاد. زمانی که تصویر مارتینوس با لباس ستاره معروف پرتغالی در تلویزیون‌های پرتغال به نمایش درآمد، برای خیلی از ساکنان این کشور حس همدردی و همدلی ایجاد کرد. این اتفاق نه تنها پسر اندونزیایی را به شهرت رساند، بلکه او توانست توجه ستاره جهان فوتبال کریستیانو رونالدو را هم به خود جلب کند. رونالدو بعد از شنیدن داستان مارتینوس فوراً اقدام کرد. او پول ساخت خانه را برای پدر مارتینوس فرستاد. رونالدو حتی پول مدرسه این پسر را هم پرداخت. اما این تنها آغاز یک داستان فوق‌العاده بود. بر اساس تلاش‌های رونالدو از مارتینوس به پرتغال دعوت می شود تا بازی تیم ملی این کشور را مقابل اسلواکی تماشا کند. مارتینوس را پدرش در این سفر همراهی کرد. او در این سفر کمک 40,000 یورویی را به دست آورد. رونالدو در این باره میگوید وقتی من مستند مارتینوس را دیدم باید به او کمک می‌کردم. او می‌تواند در جامعه نمادی از مقاومت و ایستادگی باشد. او ثابت کرد که می‌توان در مقابل خیلی از سختی‌ها ایستادگی کرد. شاید تصور کنید که داستان مارتینوس و رونالدو در همین جا به پایان می‌رسد، اما نه. رونالدو در ادامه زندگی مارتینوس را تغییر داد. او به زودی خانواده مارتینوس را در اندونزی ملاقات کرد.
از آچه دیدن کرد و به 100 خانواده داغ دیده و متضرر کمک نقدی کرد. از رونالدو در اندونزی به گرمی استقبال شد. مهمتر از همه این که در طول این سفر رونالدو را مارتینوس همراهی می‌کرد. رابطه پسر اندونزیایی با رونالدو چنان نزدیک شد که ستاره پرتغالی او را برادرش خطاب کرد. رونالدو در این باره گفت: من هیچگاه مارتینوس را رها نخواهم کرد. او حالا برادر من است. اما برای اینکه با او بتوانم به راحتی تماس بگیرم، برایش گوشی خریدم و شماره تماسم را در آن ثبت کردم. معلوم نیست این دو چقدر با هم صحبت کردند. اما بعد از گذشت 2 سال رونالدو برای بار دیگر به اندونزی آمد و از خانه مارتینوس دیدن کرد. رونالدو در این سفر به مارتینوس میگوید تا او بیشتر تمرین کند و زبان انگلیسی را یاد بگیرد. نصیحت‌های رونالدو روی مارتینوس تاثیر زیادی گذاشت. مارتینوس شبها با توپ میخوابید و به زودی ستاره فوتبال در یک مدرسه محلی شد. اما با تمام تلاش‌ها فیزیک مارتینوس ضعیف بود و عضلات او از قدرت کمی برخوردار بود. پدرش به او گفت تا فوتبال را رها کند و به آکادمی پلیس برود. اما مارتینوس به سوی اهداف بلندش بدون توقف حرکت کرد. او روی نقاط ضعف خود کار کرد و بعد از زمانی سرنوشت بار دیگر به او لبخند زد. یکی از باشگاه‌های پرتغال از مارتینوس به این کشور دعوت کرد. مارتینوس از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد، اما یک مشکل وجود داشت، اینکه پدرش نمیتوانست با او به پرتغال برود. خانواده مارتینوس خیلی فقیر بودند و توان زندگی در پرتغال را نداشتند. در زمانی که سوال رفتن به پرتغال مطرح بود، در زندگی مارتینوس بار دیگر رونالدو از راه رسید. بله، آنچه بعداً اتفاق افتاد اصلاً کسی آن را تصور نمی‌کرد. وقتی رونالدو خبر پیوستن دوست قدیمیش را به یکی از باشگاه‌های فوتبال پرتغال شنید، به مارتینوس تبریک گفت و حالا هدیه به مراتب بیشتر از یک گوشی تلفن بود. وقتی مارتینوس و پدرش به پرتغال آمدند، رونالدو خانه رویایی را به آنها هدیه داد. مارتینوس در این باره میگوید: من از رونالدو سپاسگزارم. او زندگی مرا تغییر داد، اما در مقابل هیچ چیزی از من نخواست. مارتینوس به خاطر حمایت ستاره پرتغالی حتی لقبش را به رونالدو تغییر داد. اگرچه که زندگی حرفه‌ای مارتینوس در دنیای فوتبال زیاد موفق نبود، اما بدون شک زندگی او و خانواده‌اش کاملاً تغییر کرد. مارتینوس حالا 24 سال دارد و یکی از بهترین دوستان رونالدو به شمار می رود. مارتینوس اغلب با رونالدو دیدار می کند و رونالدو مارتینوس را برادر کوچکش خطاب می کند. ستاره پرتغالی جهان فوتبال در مدت 11 سال همیشه با مارتینوس در تماس بوده و او را کمک کرده است. هدف اصلی رونالدو بدون شک یک هدف انسانی بوده. ممنون از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. شما در این باره چه فکر می کنید؟ حتما نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. تا یک درود دیگر، خداوند نگهدارتان.